مردا شکایت میکنن که همه زنکای همین وقت را فهمیده نمیشه که چی میخواهن. خب در این وقت همون زنها خودشون نمیفهمن که چی میخواهن. فکر که ناخون داره، میره در بالای ناخون با ناخون میچسبونه. میجه داره، در بالای اون میجه با میجه میچسبونه. میره ابروهاش میچینه، خودش رنگ میکنه، انداوه میکنه. خیلی همینا رو بشو بگیر، همش با همون بودگیت میشوی. با این دیگه کردن نشود. تو چی میخوایی؟ انا یک جوان اروپا میآید، زبان یاد میگیره، کار میکنه چند سال، یک چند سال جمع میکنه و در فکر زنگیری میشوه. خب البته که زنای اروپایی را نمیگیره، برای که در اینجا همه حقوقی برابر دارن. اگر که چای خوردنی شدی میگه برای خودت بخور، برای منم بیار یک پیاله چای. برای همین میخواه که از وطن زنگیره، خب خدمت کنه برای شوهر، در خدمت شوهر باشه. میره از وطن زن میگیره، زنش میاره اروپا. خب زن اروپا را که میبینه دیگر کار کردن نمیخواه، روز دراز سریال تماشا میکنه، در تیک تاک میشینه، اروپایی میشه. اما حقوق برابری که باید اینم کار کنه اینش نمیکنه. از بین چند سال میگذره، شوهرش میگه که خیلی فرزنددار نمیشوم، بیا بریم یگان دختر ببینیم که چی گپ است. زنک میگه که یگان جا نمیریم، هیچ گپ نیست. در اینجا حقوقی همه برابر است، ما و تو حقوقی برابر داریم. تا اگر خودت یکم نزایی منم نمیزایم. یک روز تبم کمتر بلند شد و پیش یک طبیب رفتم، دکتر. خیلی پیش دکتر که رفتی، مشتری برای دکتر دیگر باید که هر چند میتونه باید پول کنده بگیره. کسلی بیماری های بسیار یافت، نوشت انا این کسل داری، این کسل داری، این کسل داری، گفته داروی زیاد نوشت. انا در این سین و سال گفته که نمیشه، باید خودت تبابت کنی. مقصدش که در این سین و سال باقی مانده عمرت برای من خدمت کنی، برای من کار کنی. که منم خب اونقدر آدمی ساده نیستم. گفتم دختره که نه که من همین کسلی ها را، همین بیماری ها را جزا میتیم. همو خودم گفتی که در این سین سال و عمر باقی نمونده، امروز است فردا است و خیلی میریم به همو گروه. انا همین بیماری ها را همشه هم که مردم به همو گروه قطعی میبرم، تای خواب میکنم. وقتی که یک آدم یگان زبان یاد گیره، در اون زبان جای عجایبیش هم میبینه. یگان کمبودی داشته باشد، دشواری داشته باشد. همین خیلی یک آدم زبانی ما را، تاجیکی فارسی را یاد گرفتنی میشه، یاد میگیره کمتر، بعد آهسته آهسته میبینه که چیزای عجایب زیاد داره، چیزی که ما خودمون اهمیت نمیتیم. میگه که در زبان شما یک چیز عجایب است. مثال همه چیه میخورن بغیر از خوراک. آب میخورن، دارو را میخورن، فریب میخورن، گل میخورن. انا یک از کسل شود میگن شمال خورده، شمال هم میخورن، خنک هم میخورن، شتر هم میخورن. این چیزا بونه همه چی هم میخورن. میگن چه خیلی فهمیده میشه، فرق کرده میشه که همه اینا میخوردیان. خب دیگه چی هاش نمیدونم. مثال خب دارو را میخورن، شمال خوردن ایناش کو یک طرف، فریب خوردن. اما این همه شته خوردنش اونقدر عجایبی نداره. شته هم مثل همون دارو از خورده میشه. یک بیادب باشه اگر گپ نفهمه، یگان شتش میزنن، فقط خوراک از دهن میخوره و شتر از دیگر جا. انا آدم بیادب اگر گپ که نفهمید، همون یگان کسی یک دو شتش میزنه، بعد آدمی خوب میشوه. مردم حیران میشون که چی گپ شده باشه، بعد میگن که بعد همون شته خوردن آدمی خوب شد.